سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. من محمد مکس یک هستم و به یه ویدیو دیگه از چنل من خوش اومدید. همونطور که میدونید چند وقت پیش یه آپدیت عرضه شد که در واقع چند تا لول برای چیزهای مختلف مثل مورتال و در واقع برج بوم تاور و اینا عرضه شده و در واقع لول جدیدشون براشون اومده. در واقع آتش انداز هم یک سطح جدید براش اومده، مورتال یه دونه سطح جدید براش اومده، پمپار انداز دیگه. بعد از اون برج جهنمی براش یه دونه آپدیت جدید اومده و یکی از بهترین چیزها که به نظرم وجود داره برای لونه حیوان خونگی یک آپدیت جدید اومده که کلاغ حریص رو اضافه میکنه. کلاغ حریص رو بریم با هم دیگه ببینیم که چه جوری هستش و اصلا چه کاری میتونه بکنه. در واقع کلاغ حریص مثل گوبلینا عمل میکنن و اولین هدفشون منابع هستش. حالا گوبلینا هم هدفشون منابع که هستش 2 برابر دمیج میدن، ولی این کلاغ حریص 5 برابر دمیج میده با اینکه یک پته و این خیلی خوبه. ما میتونیم ازش برای لوت کردن استفاده کنیم و خیلی به درد بخوره. اما یکی از مهمترین مسئله ها در واقع ایونت جدید کلش آف کلنز که نمیدونم خبر دارین یا نه، و اینکه در واقع چند روز پیش رسمی تایید شده که قراره که یک هیرو جدید به بازی بیاد به نام دراگون دوک که ما باید 7 روز مهلت داریم یا 5 روز که میتونیم این هیرو رو باز کنیم. حالا دیروز و امروز یه سری درها اومدن که ما روی هر کدوم از درها بزنیم باز میشه. حالا چجوری شرایطش چیه؟ همه پلیرهای کلش آف کلنز باید دست به دست هم بدن تا اینکه بتونن در واقع این درها رو با هم دیگه باز کنن و باید 700 میلیون دارک اکسیر یا همون اکسیر سیاه رو جمع کنیم. فعلا که تو این 2 روز این مدلی بوده و والا بقیه روزها هنوز مشخص نیستش. و اینکه بعد از اینکه جمع کردیم این روزها تموم شد کلی مدال ایونت به ما میده و در واقع مدال ایونت و چیزهای مختلفش داخل پشت همین درها هستش، چون که هر کدوم از این درها جایزه های متفاوتی دارن و شما خودتون انتخاب میکنید که کدوم درها و چی رو در بیاریم. آخر کارم یه دونه مجسمه اژدها میده که به نظر من خیلی خوبه و یکی از بهترین مجسمه ها هستش. حالا ما یک کدوم از این درها رو انتخاب میکنیم و من چون که قبلا تصمیم گرفته بودم میخوام این یکی در رو باز کنم ببینیم داخلش چی هستش. مثل اینکه مدال ایونت این سیزن همین مدال های بداخلاقی بودش. اما شما درهای مختلف رو میتونید باز کنید و در واقع استفاده کنید از این چیزهایی که میدن. جایزه هاشون متفاوت هستش. مثلا یه بار همین مدال های ایونت رو میدن، یه بار دیگه مثلا چیز میدن، کریت چیز میدن و همینجوری هستش. حالا برای امروز مثل این که قرار شده که 1 میلیون دارک اکسیر 1 میلیارد بهتره بگم دارک اکسیر جمع کنیم یا همون 1000 میلیون و هر کدوم از این درها رو که انتخاب کنیم در واقع اون باز میشه و هر کدوم از پلیرهای کلش آف کلنز همه پلیرهای کلش آف کلنز بعد دست به دست هم بدن تا اینکه این ایونت تکمیل بشه. بعد از اینکه این ایونت تکمیل شد در واقع هیروی جدید برای ما باز میشه. هیروی جدید در واقع الان اومده ولی ما نمیتونیم در واقع ببینیم که چه قابلیت‌هایی داره و از این چیزا. ولی شما اگر بیاید داخل بکنم تالار قهرمانا، جایی که لباسا رو هیرو رو انتخاب میکنید میتونید فکر کنم ببینیدش و اینکه در واقع ببینید خوب هست یا نه. و اینجا هم هنوز اینجا اومده ولی خب هنوز در واقع باز نشده که ما بخوایم ارتقاش بدیم و لولش رو بالا ببریم توی بخش مشخصاتتون.
بعد از اون چند تا اخبار جدید اومده، مثلا که چند تا ایونت و اینا اومده. منظورم مثلا همین در واقع بازی‌های قبیله‌ای و تومارهای جذاب. در واقع شما وقتی که این تومارها رو جمع کنین میتونید کلی چیزهای مختلف بگیرین و یکی از اون بهترین چیزها اسب چوبی هستش به نظر من، چون که این ابیلیتی در واقع خیلی به درد میخوره، چون که 16 ثانیه حالا تو لول 8 میتونه در واقع کینگ یا هر فکر کنم برای کینگ باشه فقط، هر در واقع ابیلیتی دیگه ای هم همراه این باشه میتونید بردارین و اینکه در واقع با کینگ میره و شما وقتی که بزنینش فعالش کنید 16 ثانیه فرصت داره تا اینکه از روی دیوارا بپره و خیلی سرعتش هم بیشتر میشه. افزایش درصد حملش هم سرعت حملش هم زیاده. اما چیز دیگه که هستش تقویت و نیرو هستش که در واقع با 99% تخفیف اومده و شما دیگه لازم نیست 25000 دارک اکسیر بدین، فقط لازمم 250 تا دارک اکسیر بدین. و اینکه همونطور که میدونین در واقع قراره که این سیزن که عوض شد حدودا فکر کنم هیروی جدید هم باش بیادش. اما چند تا تغییر کوچیک که متوجه شدم اینه که در واقع دیگه وقتی شما از کارگرها و کارآموزای دیگه‌تون استفاده میکنید دیگه تایمی که دوباره میتونید ازش رو استفاده کنید و نمیاره. مثلا وقتی که استفاده میکردین چند وقت پیش قبل آپدیت میزد مثلا شما میتونید 23 ساعت دیگه دوباره ازش استفاده کنید. مورد بعدی در واقع این نوار سبز بالای لیول ها هستش که نشون میداد چقدر دیگه مونده تا پر بشه، که این موضوع خیلی خوب بود تا بودش، ولی الان دیگه حذف کردن به نظر من خیلی سخت شده، چون که دوباره بعد خودمون حدس بزنیم چی به چی هستش. یه در واقع کارگر یا همون مثلا چجوری بگم یار کمکی جدید هم داریم که ما میتونیم سنگ‌های معدنمون رو بهش تبدیل کنیم و خیلی منتظر همین موضوع بودن و به خاطر همین کلش یا همون سوپرسل اومد و این آپدیت رو میخواد عرضه کنه که ما یک کارگر جدید داریم و اینکه در واقع قراره که بیاد و سنگ‌های معدن رو بگیره و به یه نوع سنگ دیگه تبدیل کنه. مثلا ما سنگ معدن ستاره رو بهش میدیم و مثلا سنگ معدن معمولی ازش میخوایم، یا مثلا در واقع براق و اینا. یه موضوع دیگه هم هستش که اینه که قراره انگار بیلدر جدید یا همون کارگر جدید بیادش و در واقع به جای 6 تا 7 تا کارگر داشته باشیم، 7 تا سازنده. و بعد از اون میرسیم به در واقع نرف اتک ها و کم شدن اتک ها. اتک های لیگ هر چند وقت پیش یک کاری کردن و نرفش کردن و به خاطر همین خیلی اتک ها کم شده و حدود 4 تا توی لیگ تایتان کم شده. حالا حالا هم قراره که دوباره 4 تا دیگه کم کنن و توی لیگ‌های بالاتر 6 تا مثلا الکترو دراگون اینا 6 تا قرار کم کنن و این موضوع خیلی بده به نظرم. بعد از اون شما میتونید برین وارد سایت سوپرسل استور بشین و 200 مدال رایگان به همراه در واقع یک کتاب مبارزه اگه فرصتش مونده باشه اونها رو دریافت کنید و بیاین ازشون استفاده بکنید. و بعد از اون کلی در واقع سطح جدید لول جدید برای تلسما و در واقع نیروها و اینا اومده و این خیلی خوبه بازم. و اینکه دیگه قراره که انگار یه تلسم جدید بیادش، تلسم یعنی در واقع اومده الان تلسم زلزله هستش و به نیروها آسیب میزنه همونطور که میبینید.
آسیب زیادی هم به پیکا وارد کرد و خیلی قدرتمنده تقریبا و طلسم خوبی هم هستش اتفاقا. اما مشکلش اینه که هر 50 ثانیه یک بار شارژ میشه. اما موضوع بعدی این که اگر دقت کرده باشین ما 2 تا سوپرویزور تاور میتونیم بسازیم، یعنی حدوداً 4 تا از ویزار تاورامون رو باید بدیم سر همین موضوع. اما همونطور که میدونید 2 تا ویزا تاور دیگه برامون میمونه، البته برای کسایی که تو تان 18 هن، چون که تان 18 براشون سوپر ویزا تاور باز میشه. 2 تا دیگه میمونه و اینکه احتمال زیاد ممکنه که از این 2 تا هم استفاده کنم و یه دونه سوپر ویزار تاور دیگه هم اضافه کنم و در واقع یه ویزار تاور دیگه بیارم به بازی، مثل برج کماندارا که اومدن و حدودا 7 تا دادن که باش حدودا 8 تا دادن که ما اول کار 7 تا بود، ما با 6 تاش تونستیم 3 تا ویزا سوپر برج تاورشون رو بسازیم، یعنی در واقع برج کماندار چند تا یارو بسازیم و بعد از اون 2 تا مونده. حالا بعدش هم احتمال داره که تو آپدیت بعدی برای اینها هم در واقع آپدیت بیاد و بتونیم اینها رو هم ارتقا بدیم. اما مورد بعدی برای شلوغ انداز و مثلا کمان ایکس و اینا که آپدیت برای تان 18 شون نیومده، به نظرم ابد شارژ نکنید، چون که قرار چند وقت دیگه دوباره برای تان 18 عرضه بشه و در واقع لیول های جدید برای هر کدوم از اینها میادش و همین دیگه. موضوع خاص دیگه هم نیستش و تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.